چرا آکادمی آصف رو انتخاب کردید؟ من خیلی تعریفشون رو شنیده بودم، خیلی اینترنت سرچ کرده بودم و متوجه شدم که چقدر کادر مناسبی دارن، کادر مهربونی دارن. من دوره‌های قبلی‌مو رو داخل آموزشگاه دیگه گذرونده بودم ولی به اون نتیجه که دارم می‌خواد نرسیدم. برای همین تصمیم گرفتم که تو اینترنت یه سرچی بزنم، از بقیه یه پرسجویی بکنم، ببینم کدوم آموزشگاه به دردم می‌خوره و سطح تدریس خوبی دارن که تصمیم گرفتم آموزشگاه آصف رو انتخاب کنم که به نتیجه هم رسید. چرا بعد از گذراندن یک دوره در دوره دوم هم شرکت کردید؟ من به شدت قشنگ توضیح میدادن. بعد از گذراندن دوره اول تونستم امتحانا رو با نتیجه خیلی خوبی قبول بشم همون بار اول. برای همین تصمیم گرفتم که دوره‌های بعدی هم داخل همین آموزشگاه شرکت کنم که بتونم نتیجه خوبی بگیرم. آکادمی آصف رو به بقیه هم معرفی می‌کنید؟ 100%. 100% حتما. یه آکادمی فوق‌العاده خوب، فوق‌العاده سطح بالا و کادر اداری فوق‌العاده محرم.